هیچ وقت از تعطیلات کریسمس خوشم نمیاد. حوصله بر و یک نواخت. شاید مطالب این روزنامه کمی تو رو سر حوصله بیاره. شرلوک هولمز به بازجویی موضوعی اقدام کرده و طبق معمول فرضیاتی قائل شده که در نتیجه امکان هر فعالیتی از پلیس سلب شده است. این امر باعث گردیده که قاتل از موقعیت سوء استفاده کرده و به آمریکا بگریزد. حالا این آقا در خیابان بکر روی صندلی خود لم داده و مشغول کشیدن پیپش است. چرا از نشر این اراجیف جلوگیری نمی‌کنی هولمز؟ آدم حسود زیاده واتسون. اگر من بخوام توجهی به این حرفا بکنم از کار زندگی میفتم. از این موضوع بگذاریم. بفرمایید. شخصی اومده و میخواد شما رو ملاقات کنه آقای هولمز. اما امروز کریسمسه. حیف نیست که توی همچین روزی کسی مزاحم ما بشه خانم واتسون. این آقا وضع عجیبی داره. مطمئنم که از دیدنش پشیمون نمیشین. کاملا شبیه بابا نوئل. ریش سفید و پرپشتی داره. حرفای نامفهومی میزنه. بیشتر شبیه یه میمون وحشی که از جنگل‌های آمازون فرار کرده. فکر میکنم اون شخص همین الان پشت سرتونه خانم هاتسون. خدای من، آقا شما اینجا چی کار میکنین؟ قرار بود پایین منتظر باشین تا اجازه ورودتون رو بگیرم. من که نمیتونم اینم وقت پایین وایسم خانم، کار مهمی دارم. لطفاً آرام باشید آقا. بفرمایید تو بنشینید. مسئله با این عجله حل نمیشه. شما آدم دنیا دیده‌ای هستید. خانم واتسون ممنونم. شما میتونید به کارتون برسید. این روزا چیزای عجیب غریب زیاد شده. باید چارچشمی مواظب بود. بفرمایید بنشینید. میتونم اسمتون رو بدونم؟ ارداد هستم. پسر عزیزم. شما از اهالی کشمیر هستید؟ بله، ولی 30 سال وطنمو ترک کردم و به اینجا آمدم. چه اتفاقی برای پسرتون افتاده؟ گم شده آقا، گم شده. میشه بیشتر توضیح بدید؟ باشه، همه چیزو میگم. خواهری دارم که یه چشمش نابیناست و 2 تا بچه داره. یکی از بچه‌هاش از پسرم بزرگتره. به خاطر ثروتی که دارم به خواهرم کمک میکنم. خونه ای براش خریدم، حتی مخارج تحصیل بچه‌هاشم میدادم. اما پسرم با این کار موافق نبود. به محض اینکه میفهمید کوچکترین کمکی به عمش کردم عصبانی میشد، حتی از ناراحتی مریض میشد. به ناچار کمکامو مخفیانه انجام میدادم. پسرم حاضر نبود حتی 1 شیلینگ از پولشو به کسی بده. در مورد پسرم معاش حساس‌تر بود. 2 هفته قبل به دورهام رفت تا آیدیمونو بابت فروش محصول بگیره. پسرتون چطور به دورهام رفت؟ پای ماشین کرایه‌ای از ایستگاه ویکورتی حرکت کرد. خیلی عجیبه. خبر دیر کردنشو به پلیس دادید؟ بله دادم. قسم میخورم از اون روز تا حالا یه لحظه از فکرش غافل نبودم. هر جا که بود رفتم. به هر کس که فکرم میرسید رو آوردم. آخرش هم نتیجه ای نگرفتم. آقای هولمز، من حاضرم تمام ثروتمو بدم تا پسرمو پیدا کنم. شما این حرفو به رئیس پلیس گریفین گفتید؟ بله بهش گفتم اما تأثیری نداشت. آخرش که بیچارگی منو دید آدرس شما رو داد، گفت بیا پیش شما، چون اگه کسی بتونه کاری بکنه شما هستید. شما تاجر قالی هستید یا ادویه‌جات؟ به هر دو کار. شما کجا میدونید؟ حد زدم. گفتید که گریفین شما رو پیش من فرستاده؟ بله، گفت همه چی دست شماست. شما به گریفین هم گفتید که حاضرید همه ثروتتون رو در اختیارش بذارید؟ گفتم آقا، ولی سری تکون داد و گفت متاسفم. آقای هولمز، من فکر میکنم اون نمیخواست کاری کنه، چون اگه میتونست کاری میکرد. راجع به اون اینطور حرف نزنید. آقای گریفین از مأمورای وظیفه شناسه. شما باید حدود 500,000 لیره بریتانیا داشته باشید. تقریبا همین اندازه است. به جز پسرم وارثی ندارم. به خاطر مذهبم بعد مرگم چیزی به زنم نمیرسه. حالا هر چی دارم به خواهر نابینام میرسه. خواهرتون الان کجاست؟ تو همون خونه‌ای که براش خریدم. با 2 تا پسری زندگی میکنه. اسم پسر خواهرتون چیه؟ اسمش ادیته. اصلا ازش خوشم نمیاد. آدم عیاش و هرزاییه.
اگه به خاطر مادرش نبود یه پنی هم بهش کمک نمیکردم. آقای هولمز، حالا یادم افتاد که موضوعی رو براتون بگم. آقای هولمز، چند شب پیش پسرم رو تو خواب دیدم. آره تو خواب بود. آره پیرن سفیدی تنش بود، صورتش مثل همیشه خندان بود. به سمتم اومد، من میخواستم بغلش کنم اما ازم رو برگردون. گفتم منو فراموش کردی، به خاطر این ناراحتم. گفتم پسر جان چطور فراموشت کردم در حالی که تمام هوش حواسم پیش توه، من چطور ممکنه فراموشت کنم؟ گفت پس چرا دنبال قاتلم نیستی؟ من از شنیدن این حرف تو خواب گریه کردم. آقای هولمز، پسرم گفت اب نداره پدر جان، میدونم که اون رو نمیشناسی، اگه میخوایی بشناسیش فردا از به ایستگاه باسکروفیل برو، همون کسی که از قطار پیاده میشه قاتل منه. آره همینه گفت آقای هولمز. اون بعد از این حرف رفت و ناپدید شد. من یه از خواب پریدم تا صبح چشمم به خواب نره. و فردای اون روز به ایستگاه باسکروفیل رفتی؟ به ایستگاه رفتم ولی کاش نرفته بودم. به نظرم خواهرزادتون رو دیدید. بله، همون پسره که احمقو دیدم که ازش متنفرم. اونم شما رو دید؟ همین که به ایستگاه رسیدم دیدم با یه چمدون تو دستش به طرفم میاد. من انقدر از دیدنش منقلب شدم که خواستم خودم رو نشون ندم، اما متوجه شد و با عجله پیشم اومد. گفت از پسردایی عزیزم چه خبر؟ منم طاقتم طاق شد و با لحن بدی بهش گفتم یعنی که تو اینقدر بهش علاقه داری؟ ادیت این مدت هیچ واکنشی به مفقود شدن پسرتون نشون نداده بود؟ زیاد باهاش رو در رو نشده بودم. وقتی تو ایستگاه دیدمش خودشو خیلی ناراحت نشون میداد. گفت چطور علاقه ندارم؟ اون پسر دایی منه. فکر میکردم شاید خوشتون نیاد و الا تا حالا دنبالش میرفتم. تو این مدت بینشون درگیری اتفاق افتاده بود؟ خیلی نه، ولی اگه راستشو میگفت هیچ وقت اون نامه رو براش نمیفرستاد. کدوم نامه؟ آخه چند وقت پیش نامه‌ای برای پسرم فرستاده بود که اونو به کارهای غیر اخلاقی تشویق میکرد. نامه تصادفی به دستم رسید. درست موقعی که پسرم سفر رفته بود من بهش مشکوک شدم، چون هیچ مناسبتی نداشت ادیت نامه‌ای که برای پسرم بود با آدرس من بفرست. اما آقای محترم فکر میکنم اینا توهماتیه که شما تو فکرتون دارید. خوابی که دیدید بیشتر به دلیل تنفریه که از خواهرزادتون دارید. عکسی از پسر یا خواهرزادتون همراهتون هست؟ ادیت بیشتر کجا رفت آمد میکنه؟ بله یه عکس خانوادگی که سال پیش گرفتیم همراهمه. بذارین اینه این کسی که سمت راستم وایستاده ادیته. این کسی هم که جلوم نشسته پسرمه. این ادیت بیشتر وقتای بیکاریش توی کافه کوچیک تو خیابون ویلسونه. آره بیشتر آدمای طبقه پایین اونجا رفت و آمد میکنن. آقای هولمز ممنونم آقای هرودوت. شما میتونید ساعت 4 بعد از ظهر در ایستگاه باسکروفیل حاضر باشید. تا ساعت 4 حتما اطلاعات مهمی به دستم میرسه. حالا میتونید تشریف ببرید. بله میتونم اونجا باشم. من آقای هولمز تمام امیدم به شماست. امیدوارم هرچه سریعتر پسرم رو پیدا کنید یا حداقل قاتلش رو دستگیر کنید. خدای من، این دیگه چه اتفاقی بود جلوی راه ما سبز شد؟ بلند شو واتسون، باید همین الان بریم بیرون. چی؟ واقعا نمیفهمم تو این بارون ما اینجا چی کار میکنیم، اونم با این سر و شکلی که تو واسه خودت درست کردی. اگه چند دقیقه ای صبر کنی متوجه میشی واتسون. بیا نزدیک اون آدم بنشینی. جایی این کثیفی ندیده بودم. یه بهتره چیزی سفارش ندیم. مطمئنم با این لباسایی که پوشیدی حتی بهترین کاراگاه ها هم محاله که بشناسنت. بهتره منتظر باشیم تا شکارمون وارد بشه. از کجا معلوم که بیاد اینجا؟
خدای من فکر نمی کردم یه روز با همچین آدمایی توی محل بشم. آیون خوش اومدید. چی میل دارید؟ خانم محترم اپسی میل گرسه آقا 2 تا نوشیدنی نوع هندی باشه نه فرنگی. چه خوب، یه همشهری میبینم. منم از بودن در جایی که من یاد وطنم میندازه خوشحالم. خانم میل دارید از خطوط کف دستتون سرگذشتتون رو بگم؟ این کارها دیگه چیه؟ من از روی خطوط کف دست هر کس از اسرارش با خبر میشم. میتونم آینده رو پیش چشم شما مجسم کنم. این حرفا دیگه از سن من گذشته آقا. دیپالی از وقتی از لدخ اومده دیگه از این کارا نمیکنه. این علم اسرار زندگی رو هر چقدر پرپیچ و خم باشه نشون میده. شما در هر سن و سالی باشید ضرری نداره که از آینده‌تون مطلع بشید. مثلا همین مرد جوانی که وارد شد از چهرش میشه فهمید مرتکب کار فجیعی شده. اسمش ادیته ها؟ ادیته، ولی شما از کجا شناختید آقا؟ کار شما حرف نداره. خب پس بفرمایید این کف دست من، بد نیستی امتحانی کنم. تو همین نزدیکی پول زیادی به دست میارید و قطع زمینی در کشمیر میخرید. این منتهای آرزوی من آقا. اونجا وطن من هست. تنها آرزوم برگشتن به اونجاست. شما گفتید به همین زودی؟ بله خانم. ادیت ببینین آقا چی میگه. تو هم اگر مشکل داری بهش بگو. چشم بسته از همه چی خبر داره. آقا نوشیدنی شما به حساب من. ممنونم خانم، اما من ابدا احتیاجی به لطف شما ندارم. آقا شما قطراتی رو توی قلب من زنده کردید که مدت بود مرده بود. من میرم برای شما یه نوشیدنی عالی بیارم. هولمز داری چی کار میکنی؟ این اداها چی از خودت در میاری؟ ساکت باش واتسون. اینطوری میتونم نظر شکار به خودم جلب کنم. داره میاد این طرف. حرفی نزن که لو بره. سلام. سلام مرد جوان. میتونم سر میزتون بشینم؟ بفرمایید. ما از مصاحبت با مرد جوانی مثل شما خوشحال میشیم. دیپالی حرفایی میزد، برام جالب بود. شما واقعا از اسرار آدم‌ها با خبر میشین؟ کاملا درسته آقای جوان. اگه بتونم کف دستتون رو ببینم. کف دستم؟ بفرمایید. تو در هندوستان و در کشمیر به دنیا اومدی. در کودکی به انگلستان مهاجرت کردی و حالا با برادر و مادر پیرت که از یک چشم نابینا زندگی میکنی. این خطوط متقاطع نشون میده که تو پسردایی داشتی که ازش متنفر بودی، چون پولدار خسیس بود، چیزی به تو نمیداد. حتی من نمیشد که پدرش بهت کمک کنه. بذار ببینم. زنی توی زندگی شما 2 تاست که تو رو به دام انداخته، ولی به هیچ کدومتون علاقه ای نداره. از کینه تو استفاده کرد تا به کشتن اون تحریکت کنه. شما از کجا اینا رو میدونید؟ باقیشو گوش کن. این زن همونطور که گفتم به تو هیچ علاقه ای نداره و فقط برای پول این کار کرده. با کشته شدن پسر دایی تمام ثروت داییت به شما میرسه، یعنی تو و برادرت. تو اونو کشتی و حالا جسدش رو جایی مخفی کردی، نگرانی که جسد بو بگیره. نه من یه مایه زیر پوستش تزریق کردم که به این زودی ها بو نمیگیرم. خدای من این چه حرفی بود زدم. رفیق، من و تو هر دو هموطن و اهل یک کشوریم. اگه به دوستی من اطمینان پیدا کردی راست بگو تا بهت کمک کنم. من برای خدمت به هموطنم اینجا هستم. من نمیدونم چیکار باید بکنم. نگرانی تو بیمورده. این کار فقط از دست من برمیاد. اطمینان داشته باش. حالا بگو جسد و کجا گذاشتی؟ نترس، هم آدم مطمئنیه. توی یه اتاق تو خیابون کارناوال تو ساختمون ادیسون. پولی زنی که گفتید اونم تو اون خونه زندگی میکنه. پسر دایمو با دست خودم خفه کردم. پولی هم بهت کمک کرد؟ نه، اون بیرون در مواظب بود که کسی نیاد. کارو طوری انجام دادم که یه قطره خون روی زمین نره. جسدو توی صندوقی که تو خونه است گذاشتم. تو باید خیلی سریع از کشور خارج بشی.
من از خدامه، اما جسد باید چیکار کنم؟ آقایون فکر میکنم شما اینطوری خودتون رو به درد سر میندازید. من باید به هموطنانم کمک کنم. جسد و بعد از تشریفات مذهبی به خاک میسپارم. ممنونم. امیدوارم بتونم جبران کنم این لطفتون رو. گرچه این مبلغ نمیتونه جبران کار شما رو بکنه، اما بفرمایید این پول در اختیار شما باشه. اگه بازم لازم باشه میدم. فقط یه چیز، زودتر وسیله فرارم رو فراهم کنید. حاضرم از پلیس حرف نظر کنم اگه اون نفهمه بهتره. بسیار خوب، طوری ترتیب کار میدم که آب از آب تکان نخوره. حالا بهتره ما رو به اون خونه ببری. زودتر بلیت قطار بخرم. با این صندوق سنگین نمیتونیم از پله‌های ایستگاه بالا بریم. بهتره به ایستگاه زیرزمینی بریم. آقایون بهتر عجله کنید، تو این بارون نمیتونیم منتظر بمونیم. امیدوارم بتونیم بلیت نزدیکترین محل به مسیر کشمیر رو پیدا کنیم. بهتر فعلا روی نیمکت بشینیم. من که از کمر درد دارم میمیرم. بزنید زمین. خدای من. اون اینجا چیکار میکنه؟ کسی رو دیدی؟ پلی اونجاست. اونها پشت اون ستون وایساده. احتمالاً ما رو تعقیب کرده. اگه حس کنه براش خطرناکه اینجا رو ترک میکنه. ای واتسون، تو بهتره بری سراغ پلیس و اونا رو اینجا بیاری. پلی اینطوری فرار میکنه. تا چند دقیقه دیگه آقای هرودوت هم میرسه. برای دستگیریش باید از پلیس کمک بگیریم. تمام سعیمو میکنم. لعنت به این شانس. رفیق بی زحمت اون پالتو رو روی شونم میندازی. خیلی سرد شد. آقا لرز شما از سردی هوا نیست، به خاطر اومدن داییتونه. چه؟ شما گفتید دایی؟ شما دایی منم از کجا میشناسید؟ ها؟ پدر مقتول حالا داره به سمت ما میاد. دایی شما امروز صبح به خاطر مفقود شدن پسرش پیش من اومده بود. آقای هولمز ها؟ این بیشرم عوضی قاتل پسر منه؟ هیچ فکرشو نمی‌کنه. مراقب باشید آقای هرودوت، مراقب باشید. اون باید به پلیس پاسخگو باشه. مرد خواهند تو به من کلک زدی. توقع داشتی خودم رو در جنایت سهیم کنم. این هم فقط بازی بود که با تغییر لباس انجام شد و تو باور کردی. وایسا، جایی برای فرار نیست. پلیس هم داره میاد. پلیس! اون مرد یه قاتله، باید دستگیرش کنید. بیچاره خواهرم، اگه بدونه چی کار کردی لعنت. کثافتو! آقایون متاسفانه برای پذیرایی از شما وقت ندارم. خانم پلی، زیاد باعث زحمت شما نمیشی. هر قدر باشه از پذیرایی معذورم. ما از تمام ماجرا اطلاع داریم. میدونیم که شریک قتلی هستید و قصد دارید اینجا رو ترک کنید. خواهش میکنم بی خود با آبروی من بازی نکنین. بفرمایید تو. حاضرم به حرفتون گوش کنم. بسیار بفرمایید بشین. خوشحالم که بالاخره قبول کردی. شما رو میشناسم. از مامورای پلیس هستین. مطمئنم هر نقشه‌ای بکشم و هر کاری بکنم از دستتون نجات پیدا نمی‌کنم. بنابراین میل دارم تمام اسرارم رو تعریف کنم. البته اگه دوست داشته باشین که گوش کنین. البته خانم، ما برای شنیدن همین مطالب اومدیم. ما از طریق ادیت میدونیم که در قتل پسر داییش دست داشتید. اون از کجا میشناختید؟ من در سفر اسکندریه با پیتر آشنا شدم. جوان معقولی بود. اونم مثل ما برای اکتشاف و دیدن اجساد مومیایی فراعنه عازم مصر بود. برای من که از تنهایی خسته شده بودم و قصد داشتم در روم از پدرم جدا بشم و به لندن برگردم، سرگرم کننده بود. پدرم تمام هوش و حواسشو
صرف دیدن چیزای عتیقه، آثار تاریخی، تهیه کتاب و یادداشت میکرد. پیتر پسر یکی از باستانشناسای قدیم بود. پدرش با پدرم آشنایی داشت. امیدوارم به موقع به اسکندریه برسیم. پدر، تا کی میخوای به این تحقیقاتت ادامه بدی؟ میبینم که حوصله‌ات سر رفته. میدونی که چقدر دوست دارم تو هم این شغل رو ادامه بدی. من حوصله این کارا رو ندارم. بین مومیایا گشتن و بوی این عتیقه ها اذیتم میکنه. این کار از دنیای مرده ها میاد. سلام آقا. سلام خانم. میبخشید مزاحمتون میشم. از دیروز متوجه حضورتون در کشتی شدم. گویا همکار هستیم. میبخشید خودم رو معرفی نکردم. پیتر آبراهام هستم. از آشناییتون خوشبختم. ممنونم آقا، ممنونم. ولی لازمی به این آشنایی نمیبینم. پیتر، این چه حرفیه؟ سلام آقا، من پلی راو هستم. همراه پدرم به این سفر اکتشافی اومدیم. همیشه همراه پدرتون هستید؟ باید قدرشون رو بدونید. پدرتون باستانشناس قابلی هستن. راستش من حوصله این کارا رو ندارم. شما حتما پدرم رو میشناختید چون از باستانشناس های قدیمی بود. بله آقای ابراهام، نیازی به توضیح نیست. ما کمی عجله داریم. پدر، بهتر نیست درباره کاراتون با آقای ابراهام صحبت کنیم؟ راستش من برای تهیه چند سر مومیایی به مصر میرم. قرار سرها رو یه تاجر یهودی از بندر سعید به قاهره بیاره. آقای راو، من از شما و دخترتون دعوت میکنم که برای تماشای سرهای مومیایی شده به منزلم بیایید. آقای ابراهام، از دعوتتون ممنونم، اما من و دخترم مشغله هایی داریم که فکر نمی کنم بتونیم به دعوتتون جواب مثبت بدیم. امیدوارم در زمان دیگه‌ای بتونم دعوتتون رو قبول کنم، چون قبلا وقتم رو فروختم. معامله‌گر خوبی هستید. من حاضرم پول زیادتری بدم. امیدوارم که این حرفتون فقط جنبه شوخی داشته باشه. از هم صحبتی با شما لذت بردم آقای رو. واقعیت اینه که من قصد اومدن به این سفر رو نداشتم. تلگرافی فوری از شریکم که در اسکندریه ساکنه منو وادار به این سفر کرد. موفق باشید. ما کارایی داریم که باید بهشون رسیدگی کنیم. پلی؟ بهتر نیست ما به کابینمون برگردیم؟ هوای دریا اذیتم میکنه. ما که کاری نداریم. تازه من میخوام چند دقیقه از وقتم رو با این آقای محترم صرف کنم. حداقل تنها آدم متفاوتی که تو این سفر دیدم. من که علاقه‌ای به صحبت‌های طولانی و بی سر و ته این مردک ندارم. مواظبش باش، آدم خطرناکیه. بهتره هرچه زودتر برگردی. پیتر، آقای راو، مشتاقم از تجربه های شما در زمینه کار بهره ببرم. امیدوارم در یه فرصت مناسب بتونیم با هم گفتگوی شیرینی داشته باشیم. خدا نگهدار آقا. خب اینطور که معلومه شما به اندازه پدرتون به اشیاء عتیقه و مومیایی ها علاقه ندارید. چه جورم. تو این مدت داشتم از صنایع دیوونه می شدم. میخواستم توی روم از پدرم جدا بشم و به لندن برگردم. نمیدونستم تا اسکندریه چطور باید دووم بیارم که خدا شما رو فرست. از لطفتون ممنونم خانم پلی عزیز. مقتضای سن شما گردش و تفریحه. منم برخلاف پدرم به اشیای عتیقه با اجساد مومیایی شده علاقه‌ای نداشتم. اون کاملا شیفته این کار بود. حتی سرمایه با پول پدریشو خرج این کارها کرد. تنها چیزی که برای من گذاشت یه مش ظرف شکسته سفالی و چند سر مومیایی شده است. این چیزا اینقدر ارزش ندارن که آدم بتونه به راحتی امرار معاش کنه. پدر شما فوت کرده؟ بله متاسفانه. پس شما چرا به این سفر طولانی اومدین؟ اونم دنبال مومیایی ها؟ بعد از فوت پدرم تصمیم به فروششون گرفتم. این چیزا خریدار چندانی نداره. به تمام موزه ها پیشنهاد دادم. بالاخره یکی از خریدارا پیشنهادی داد که خیلی با بقیه فرق داشت، اما با یه شرط.
خریدار 10 تا سر میخواست، ولی من 9 تا سر داشتم. به خاطر همین برای تهیه یه سر دیگه به مصر میرم. چطور میشه با سر یه آدم تو چند قرن پیش معامله کرد؟ حتی فکرشم چندشاوره. منم از این کار خسته شدم، اما مجبورم با میراث باقی مونده پدرم کنار بیام. کسب و کار پدرای ما هم جالبه. برای این تعداد مومیایی چه مبلغی پیشنهاد داده؟ خریدار مبلغ $50,000 بابت این 10 سر میده. به عنوان قسط اول $20,000 داده. با یکی از دوستام این کار رو انجام میدم. من به ایتالیا اومدم و اون مستقیم به مصر رفت. حالا سر 10 رو پیدا کرده و منو برای دیدنش دعوت کرده. میتونم شما رو هم برای دیدنش دعوت کنم؟ هیچ وقت علاقه‌ای به دیدن این چیزا نداشتم، اما از صحبتهای شما مشتاقم که تو این مراسم شرکت کنم. راستی به خاطر رفتار پدرم ازتون عذرخواهی میکنم. راستش هوای دریا بهش نمیسازه. مشکلی نیست، پدرتون سفر طولانی در پیش داره. شما در اسکندریه میمونید؟ بله، و بعد به قاهره میریم. امیدوارم بتونم در قاهره ببینمتون. شما در اسکندریه همراهشون بودید؟ نه، پدرم و پیتر بعد از یه خداحافظی خشک از هم جدا شدن. پدرم دیگه حرفی دربارش نزد. ما به هتل محل اقامتمون رفتیم. توقف ما در اسکندریه 2 روز طول کشید و بعد عازم قاهره شدیم. در رفتارهای پدرتون به چیزی مشکوک نشدید؟ زمانی که پدرم گفت اون آدم خطرناکیه تعجب کردم. احساس کردم روابط بدی بین پدرامون بوده که هنوز بعد از فوت پدر پیتر نسبت به فرزندش کینه داره. رفتار پیتر خوب بود. حتی ندیدم که موقع صحبت با پدرم رعایت ادب نکنه. شما در قاهره به دیدنش رفتید؟ در قاهره حادثه خیلی بدی اتفاق افتاد که تا عمر دارم فراموشش نمی کنم. میشه بیشتر در موردش توضیح بدید؟ 3 روز از ورودمون به قاهره گذشته بود. یه روز عصر پدرم برای دیدن و خرید اشیای عتیقه که متعلق به رامسس دوم بود از هتل بیرون رفت. اون شب من به سینما رفتم. وقتی برگشتم پدر رو ندیدم. از افراد هتل سراغش رو گرفتم. اونا گفتن که همون عصر بیرون رفته و برنگشته. 1 ساعت صبر کردم و بعد موضوع غیبتش رو با تلفن به پلیس اطلاع دادم. اون شب تا صبح پدرم نیومد، اما فردای اون شب پیتر به دیدنم اومد. باورم نمیشد. وقتی خبر غیبت پدرتون رو از رادیو شنیدم خودم رو با عجله از اسکندریه به اینجا رسوندم. دیشب یه لحظه هم نتونستم از کابوس چشم رو هم بذارم. چه خوب شد که اومدیم. میترسم برای پدرم اتفاق بدی افتاده باشه. امروز فرصت کافی ندارم اینجا بمونم. نگران نباش پلی. به پلیس اطلاع دادی؟ بله. پس دیگه جای ترس نیست. ولی من تو این شهر تنها. تو تنها نیستی پلی. حالا دیگه یه دوست توی این شهر داری. خواهش میکنم تلفنی با من در تماس باش. فکر میکنم پلیس برای بازپرسی به هتل بیاد. مواظب باش. احتمالاً افرادی که با پدرت معامله داشتن دزدیدنش. شاید در قبالش پولی ازت بخوان. اما اونا برای چی باید همچین کاری بکنن؟ دنیایی که توش هستیم دنیای بیرحمیه پلی. من دیگه باید برم. همین که پیتر رفت 2 نفر از مامورای پلیس به دیدنم اومدن. به غیر از اومدن پیتر تمام اتفاقاتی که افتاده بود و براشون گفتم. درست 1 رو به بعد تلفن زنگ زد. پیتر بود. با دستپاچگی گفت فوری به دیدنش برم. آدرسش خیلی سرراست بود. جلوی یه ساختمون منتظرم بود. وقتی چشمش به من افتاد جلو دوید و گفت خوب شد اومدی. به خاطر علاقم به شما میخواستم خدمتی کرده باشم. معذرت میخوام، جز این کار دیگه ای ازم ساخته نبود. بفرمایید تو. اینجا کجاست؟ از پدرم خبری داری؟ اگه بیاین داخل متوجه میشم. خب توی این مدت آشنایی کوتاه
کاملا شیفته اخلاق و رفتارتون شدم. برای همین میخوام شما رو از نگرانی بیرون بیارم. راستی یادتونه که راجع به سرهای مومیایی شده صحبت کردم. شما خیلی به دیدنشون علاقه داشتید. شما برای چی منو به اینجا آوردین؟ برای دیدن سرای مومیایی شده؟ خیلی ممنونم، ولی بهتر بود به وقت دیگه ای موکول میکردین. من تمام فکر و حواسم پیش پدرمه. اتفاقا این موضوع به پدرتون مربوطه. به شما توضیح میدم که چطور پدرم اول ثروت و بعد خانواده‌شو از دست و دست بین رفت. بفرمایید از این طرف. نمیفهمم این حرفا به شرایط من چه ارتباطی داره؟ تکرارش ضرری نداره پلی. پدرم در اثر توطئه دوستاش با وضع فجیعی کشته شد. بشین پلی عزیز. پدر شما کشته شد؟ خب من چه کاری میتونم برای مشکلتون بکنم؟ درست 22 سال پیش در شمال هندوستان پدرم به دست دوستاش کشته شد و مادرم اسیرشون شد. بعد از چند روز مادرم خودشو به زحمت به خونه رسوند. با گریه و زاری جریان رو برای پدر بزرگم تعریف کرد. مریض شد و بعد از مدتی مرد. من که 5 ساله بودم پیش پدر بزرگم زندگی کردم. از نوکری که دوست پدرم بود رموز مومیایی گری رو یاد گرفتم. از اون تاریخ طبق وصیت پدر بزرگم و با تربیت مردی که از نوکری حالا تبدیل به رفیق و دوست صمیمیم شده برای انتقام روز شماری میکنم. برای اجرای این تصمیم ما سوگند خوردیم پلی عزیز. 20 سال زحمت کشیدیم تا دیروز آخرین نفرشون رو از قید حیات آزاد کردیم. واقعیت نداره. اجازه بدید نفر 10 رو به شما نشون بدم. آشوک لطفاً اون جعبه رو بیار داخل. جعبه سنگینی آقا، کجا بذارمش؟ روی میز بذار آشوک. میتونی محتویاتشو به خانوم نشون بدی؟ بله. اینا سرای مومیایی شدن؟ آها آشوک میتونی درباره روش کارمون به خانوم توضیح بدی؟ این سر درست به قدر یه سر معمولی بود. در اثر دقت و تجربه زیاد به این صورت در اومده. من این تکنیکو از هندیای مقیم نپال یاد گرفتم. اما آقای پیتر تمام چیزهایی که آموختم در مقابل ظرافت کارهایی که شما انجام دادید چیزی نیست. مهارت شما بیشتر از اون چیزیه که تصور میکنم. خب قاعده اینه که اول خونهای مونده تو رگهای سر رو با وسیله مخصوصی مثل یه خفاش میمکند. هرچی این خونها بیشتر کشیده بشه حجم سر کوچیکتر میشه پلی. من مثل یه خفاش خوناشام خون این سر رو مکیدم. توی این کار از تو خیلی بهترم آشوک. خواهش میکنم بس کنید. زیاد طولش نمیدم و میرم سر مومیایی آخر. این یکی همونه که حداقل 15 سال تمام من و آشوک دنبالش بودیم. اون همیشه در سفر بود. تا پیداش میکردیم غیب میشد. این سر رو میتونم به دستای پرمهر شما بسپارم کنی. باید با پدرتون ودا کنید. وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان بودم. پرستار با هم حرف میزد اما چیزی نمیفهمیدم. 2 ماه بعد از بیمارستان مرخص شدم. ولی من دیگه اون آدم قبلی نبودم. پلی مهربون گم شده بود. به چیزی جز کلمه انتقام فکر نمی کردم. میخواستم به هر وسیله‌ای که شده از اون 2 انتقام بگیرم. البته این انتخاب به خاطر پدرم نبود. به خاطر لطمه‌ای بود که به روح و قلبم زده بودن. 3 سال گذشت. از اون تاریخ دنبال پیتر و رفیقش بودم. شهر به شهر دنبالش کردم.
رفیقش اسمشو به هرودوت تغییر داده بود. برای پیدا کردنش از همه چیزم گذشتم. و به اینجا رسیدید. پس اون نوکر قدیمی آقای هرودوت خودمونه. پیتر با نوکر قدیمیش به اسم مستعار زندگی میکرد. خودشونو پدر و پسر معرفی میکردن. من 1-2 بار پیتر رو دیدم. اول به من شک کرد، اما تونستم شکش رو برطرف کنم. خودم و پولی همیشه گیجا زدم. برای انتقام نقشه‌های زیادی کشیدم. آخرین نقشم این بود که بچه خواهر هرودوتو که هم سن و سال پیتر بود عاشق خودم کنم. وانمود کردم که پیتر عاشق منه و میخواد اونو از بین ببره. نقشم عملی شد. میخواستم هرودوت هم از بین ببرم که شما جلوم سبز شدین. پس جنایت شما نیمه تمام ماند. همینطوره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که شما رو تسلیم پلیس کنیم. اشکالی نداره آقا. من با میل خودم این کارو میکنم. اما اگه شما جای من بودین چی کار میکردین؟ من نمیتونم بگم چه کار میکردم، اما شما باید قبول کنید که هر کس نتیجه عملشو میبینه. بله، این عمل خود پیتر بود که دامنگیرش. ولی خانم، محیطی که ما تو اون زندگی میکنیم قانون داره. زندگی ما تحت یه نظام معینه. اگه بنا باشه هر کس بخواد خودش به تنهایی انتقام بگیره، نظم زندگی به هم میخوره. از شما سوالی دارم. به عقیده شما بهتر نبود این کار رو به دادگستری و پلیس واگذار میکردید؟ فکر نمی کنید در این صورت زحمت شما کمتر بود؟ حداقل جوانیتون از دست نمیدادید. شاید آقای هولمز اشتباه کرده باشم، اما پشیمون نیستم. اشتباه، همون اشتباهی که روزگار انسان رو تباه میکنه. حالا بفرمایید تا توضیحاتتون رو به پلیس ارائه بدید. امیدوارم در مجازات شما تخفیفی قائل بشن.